آقا امروز در خدمت یه آقای هستیم که 4 تا دونه زن گرفته، خرم مرغونه کرده، حالا اومده داره توضیح هم میده که چه مزایایی داره. گوش بدیم ببینیم. خود میبینید یکی از همسران 1 ماه میرن مسافرت، مقدور نیست براش پیش شوهر باشه یا پیش فرزندش باشه حتی و همتاهاشون. همتاهاشون حالا تو رفتی از هر نقطه ایران یکی گرفتی بعد میگه همتا این همه تابتن که منو یاد بنده خدایی انداخت. خب ولش کن. میفرمودید به اصطلاح ما، به اصطلاح جامعه، هواهاش کمکش میکنن تا زندگی پیش بره. بچه‌های من 2 تا دخترم. خیلی راحت تر شده. یعنی من 3 تا بچه پشت سر هم آوردم. از هر کی میپرسی که مثلا تک همسری بوده میگفتن ما زندگی نداشتیم. اینجوری این تعبیرا رو به کار میبرن. میگن اصلا چی بود؟ راحت شده. انده با یه نفری زندگی نمیشه که 4 نفر بشه یه گل و پوچ وسطی با هم دیگه بازی بکنین دیگه. چی بود اون زندگی داشت؟ آقا یه مردر میگم تو مکدونالدی مگره 4 تا شعبه زدی، یه دونه ترک، یه دونه بلوچ. حالا خیلی خرمچی هستی میخوای تکثیر هم بشی؟ خیلی اوقات پیش اومده که مثلا مادری مریضی داشته، مادر دیگر فرزند اون مادر رو که مریض هست نگه وای از نفوذ کلام تو داره من توجیه میکنه، لامصب داره من وسوسه میکنه. میدونی یعنی چی؟ یعنی هیچ مسئولیتی قبول نکنی، دست به سیاسفید هم نداری، بچه‌م مریض شد هیچی، مثلا به قول ما شمالیاتی یک مونه گوز مام تو رفت. خب اگر زن جایی بره چی؟ یکی از همسران میخواد مثلا برود جایی، میگه که فلانی حواست به فرزند من هم باش، مخصوصا اینکه 3 تا از همسران فرزند شیرخواره دارن. خیلی از مادرانی که شیر میدن به فرزندانشون درک میکنن جمله من رو که چی میگه. اولا که متاسفانه من نمیتونم درک کنم اون شیرده و فلان، ولی لامصب اینا من میتونم درک کنم. تو چجوری برنامه ریزی کردی که 3 تاشون با هم شیر خورن؟ ای تو موتور میسوزونی اصلا اینا رو ولش کن، من خودت میگم. لا اله. آقا من سوالم اینه که خانم‌ها چجوری با هم دیگه تعامل دارن، گفتگو میکنن، چجوری همدیگه رو صدا میکنن؟ از زن اولی بابزنی یاد گرفتم. خانم چهارمم خانم مؤمنه، خیلی خانم تحصیل کرده و با ایمانی هستن. سال شهری هم داشته باشیم داخلش مونده باشیم از خانم 4 میپرسیم چون حوض خوندن باز راهنمایی. آقا من دارم دیوانه میشم. تو سرمربی هستی، تو گواردیولای من که حالا به قیافت نمیخوره، ولی تو مایل کوهن منی، سرمربی، کوچ. تو اگه ببینی یکی داره بد عمل میکنه، ضعیف عمل میکنه، 4 میاره بیرون، سر میبری تو. یا مثلا من والله لا اله الا الله یکم که بذار دروازه‌بان دیگه کار نداری. بعد اینایی که مثلا تقدم و تأخر دارن، مثلا اون زنی که اول اومده بالا خدمتی محسوب میشه، احترامش واجبه باید کنه. حالا کار نداریم، ولی اگه مثلا در شرایط محال همچین چیزی برای خانومات در نظر بگیری، خدایی خودت اجازه میدادی؟ سوزان روشن آماده است، نیومده، شورا رو بگو خودش گرم. نه خدایی تو فقط مثلا باید 4 تا زن ببری که مثلا بگی من مسلمانم، به خدا مسلمانی به اینا نیست. اگر به گذشتم برمیگشتم خودم آقای ابراهیم انتخاب میکردم. بله ادامه هم داره این ترس مگه شوره بخون شوره.